بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسیس دادگاه صلح، شورای حل اختلاف دیگه هیچ گونه صلاحیت رسیدگی قضایی نخواهد داشت. یکی از نوآوری‌های قانون جدید شورای حل اختلاف تأسیس دادگاهی به نام دادگاه صلح است. بعضا ما مشاهده می‌کنیم که بعضی از موکلین، حتی عموم مردم، آشنایی چندانی با دادگاه صلح ندارند و اون رو با شورای حل اختلاف اشتباه میگیرند. با تأسیس دادگاه صلح، شورای حل اختلاف به اون شکل سابق که ما دیگه تصور میکردیم وجود نداره. فقط صلاحیت رسیدگی در حد صلح و سازش بین طرفین رو داره و هیچ گونه صلاحیت رسیدگی قضایی نداره. دادگاه صلح دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به یک سری دعاوی حقوقی و کیفری رو داره، با حضور رئیس یا دادرس علل تشکیل میشه و این دادگاه میتونه در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری هم تشکیل جلسه بده و رسیدگی کنه. دعاوی مالی به مبلغ خواسته تا 100 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح هست و آراء صادره در دعاوی تا مبلغ 50 میلیون تومان قطعی و بیش از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان هست. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک سری از دعاوی خانواده از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه، نفقه تا نصاب مبلغ مذکور رو یعنی 100 میلیون تومان رو به هر حال داره و دعاوی سگانی تصرف هم از جمله دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، مزاحمت از حق هم در صلاحیت دادگاه صلح قرار داره و صلاحیت اون به تفصیل مشخص شده که اینجا به هر حال امکان ذکر تمامی اونها نیست و این نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. این دادگاه مانند همون دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی و دعاوی تا 50 میلیون تومان اون قطعی و 50 تا 100 میلیون تومان هم قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان هست.